إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سوره نمل شروع شده بود. وجه تسمیه ارتباطی سورت قطع سورت ما قبل و ترتیب نزولش بیان کرده بودیم. این سه سوره تقریبا سوره قصص که پشتی سر میاد، سوره نمل یا هر سه سوره ده ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم با هم موافق هستند و هم در نزولش که اول شعرا نازل شده، بعد از او نمل، بعد از او قصص نازل شده، یعنی ترتیب مصحفیش مطابق ترتیب نزولیش است. از همون خاطر سوره نمل تتمه برای سوره شعرا است. دو پیغمبران بزرگی که داوود و سلیمان علیه السلام واقعه و داستانش در سوره شعرا نبود، در سوره نمل ذکر میشه، از اون خاطر یک نوع تتمه است. وگرنه در اینجا سرگذشت 5 پیامبر الله متعال در این صورت ذکر میکنه و راه مبارزه، سرنوشت آخری که قوم به کدام سرنوشت مبتلا شده و خود انبیاء علیهم السلام الله چطور نجات داده، ایره الله متعال در اینجا برای ما بیان میکنه. اصل علت است که در اینجا دو داستان سلیمان و داوود علیه السلام، ملکه سبا، ایمان آوردن ملکه سبا، گفتگوی مرچه و همچنان هدهد پرنده، الله متعال در این سوره برای ما ذکر میکنه. داستانای از او بسیار آموزنده است برای زندگی ما و شما، برای نظم حکومتداری ما و شما. بسیار گپای مهم و ارزنده در این صورت گفته. در اول صورت ترغیب به سوی عظمت و بزرگی قرآن کریم است که کتابی است که الله متعال عجیب عظمت داده، هم به اعتبار الفاظ در سینه های مردم محفوظ است و هم به اعتبار کتابت و نوشته شدن از همه کتابا کده اکثر و اضافه است. در دنیا اینطور کتاب پیدا نمیتونه که مثل قرآن کریم واری زیاد نوشته شده باشه. از همون خاطر یکی از جمله اعجاز قرآن کریم امیسته که در دنیا هیچ کتابی ولو که هر قدر قدر و قیمت و ارزش داره برابر قرآن کریم طبع نشده و نوشته نشده و همچنان هیچ کتابی برابر قرآن کریم در سینه های مردم محفوظ باقی نمانده. این یکی از جمله اعجاز امی کتاب الله متعال است. از او خاطر الله در اینجا بیان میکنه که به خاطر این کتاب این قدر و عظمت داره که از جانب ذات حکیم و علیم نازل شده و ذاتی که همه امورش پر حکمت است، مصلحت داره و سری همه امور آگاهی تام داره. پس کتابی از او محتوا و مضامینش مشتمل به تمام اموری است که انسان برش ضرورت داره و هیچ امر الله متعال که در قرآن ذکر میشه بدون مصلحت و بدون راز و بدون حکمت نیست. از همون خاطر یکی از جمله اعجاز قرآن کریم است که مشتمل به اینطور محتوا و مضامینی است که هیچ کس مضمون ازیره به هدف و به فایده گفته نمیتونه، بلکه دارنده مصلحت عظیم است. الله در اینجا طاسین، الله عالم است سری اصل مقصدش تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک اسم اشاره برای بعید می باشه. قرآن کریم چون مرتبه خیلی بالاه داره از او خاطر به اشاره بعید اشاره میکنه. تلک مراد از پیش شمی صورتی که فعلا ما و شما میخوانیم، آیاتایی که میخوانیم. الله میفرمه اینمی صورت آیات القرآن، آیاتای قرآن کریم است و کتاب مبین. قرآن و کتاب مبین، گاهی قرآن معرفه است کتاب نکره، گاهی خود قرآن نکره کتاب معرفه. الله متعال به تغییر اینمی کلمات در دو صورت ها ذکر میکنه. اشاره به ایست که مراد از قرآن اگر معنای لغویش بگیریم خوانده شده و کتابی که خوانده شده، برابر قرآن کریم هیچ کتاب خوانده نشده. روزانه خصوصا در شبهای رمضان مبارک به میلیاردها انسان که قرآن کریم تلاوت میکنه. ما شاید این اگر قسم بخوریم که یک لحظه هم در شب و روز اینطور خالی نیست که کتاب خوانده نشود. حتما یک تعداد از طایفه و گروه انسان ها در تلاوت این کتاب مشغول است. ملائکی کتاب میخوانه، این قرآن کریم میخوانه، او را خب بگذار جنیاتی که میخوانه. تنها در انسان ها شما اینطور لحظه در زمان پیدا نمیتونه که قرآن کریم دو تلاوت نشوه. از او خاطر یگانه کتابی که قرائتش کرده شده همیسته. و بعضی مفسرین میگه که مراد از قرآن یعنی قرائت شده منظورش حفظ در سینه هاست
که الله متعال امی محبت و علاقه و شوق مسلمانان را با کتاب پیدا کرده که همگی تلاش و کوشش میکنه تا کتاب در سینه ها باشه، خصوصا حتی در سنین خرد. شما شاهد عزیزتیم که طفل 4 ساله هم الحمدلله قرآن کریم در سینش محفوظ است و در این سالا اینطوری افراد خیلی زیاد پیدا شده که در سن 4 سالگی و در 6 سالگی خود خیلی زیاد اطفال پیدا میشه که قرآن حفظ کرده باشه. و کتاب مبین اشاره به است که کتابت و نوشتار قرآن کریم خیلی زیاد شده، در دنیا هیچ کتاب برابری از این نوشته نشده. مبین صفت دیگه که الله برای کتاب داده خود روشن است، هم اعجازش، محتوا و مضامینش، حق بودنش، کلش چیز واضح است. هر کس که در قرآن تأمل بکنه حتی مطلب و معنایش نمیفهمه، اما صدای زیبای کتاب الله متعال او را جلب میکنه، جذب میکنه. یک زن چینایی صرف به خاطر آهنگ قرآن کریم ایمان آورده، به مجردی که صدایش شنیده بعد از او دیگه توان پیدا نکرده به جز از که به این کتاب باور بکنه و ایمان بیاره، در حالی که از مطلب و مقصد کتاب هیچ نوع آگاهی نداشته. و مبین یک معنای متعدی داره، روشنگر است، یعنی دیگه چیزها را هم واضح ساخته. کتاب الله متعال طرز زندگی انسان، هدف پیدایش انسان، مسیر انسان، آخری نهایت و غایه انسان مکمل بیان کرده. و ای که دنیا برای کدام مقصد پیدا شده، همین کتاب الله برای ما و شما بررسی میکنه و برای ما و شما بیان میکنه. برای کدام هدف آمده؟ هدی و بشرا للمؤمنین، برای هدایت و خوشخبری مؤمنا آمده. قرآن کریم هدایت برای کل مردم هم است. در بعضی صورت ها هدی للناس گفته، این چیسته هدایت پروگرام جامع هدایت برای مخلوق است. اینجا چرا مؤمنین نگفته؟ الله متعال اشاره به این میکنه که بهرهگیری از کتاب الله متعال ای را به جز از مؤمنان دیگه کس نمیکنه. چرا؟ با وصفی که قرآن کریم کتاب خیلی مؤثر است، مضمون و محتوایش همگی را جلب توجه خود میکنه، اما بهرهگیری از این کتاب هر کس نمیتونه تا وقتی که در قلب شنابت موجود نباشه، یعنی محلم پذیرش از این را داشته باشه. مثل که کمال یک شی وقتی کامل میشه، خودی کمال ذاتی از او تا وقتی تاثیر نمیکنه که محلم صلاحیت و قابلیت پذیرش از او را داشته باشه. قرآن کریم محل یا جایگاه هر قلب نیست، جایگاه او قلبی است که باور پیدا میکنه در مورد یک کتاب الله متعال. از امو خاطر یکی از خوشخبری هایی که فعلا برای ما و شما حاصل است امیسته که وقت ما و شما خود عاجز دانستیم و به علوم قرآن کریم خود شایق دانستیم، این دلیل بالای عزیزته که قلب ما تقاضای جاگزین شدن کتاب الله را داره و بهرهگیری از کتاب الله هم امی تو مردم گرفته میتونه. هر کس از این کتاب الله بهرهگیری کرده نمیتونه. از امو خاطر است تا وقتی که روشنی ایمان در قلب موجود نباشه، از این کتاب الله کما حقه حقیقتا را درک کرده نمیتونه. این را میگه قابلیت محل، که محلم قابلیت از این را داشته باشه. و بشرا للمؤمنین، سبب بشارت برای مؤمناست، چون مؤمنا باور داره، عمل سرش میکنه و این را مشعل زندگی خود قرار میده، از او خاطر خوش خبری است. چرا؟ به خاطر که هر مؤمن سری کتاب عمل بکنه یقینا تمام جزئیات زندگی خود موافق هدایت قرآن بگردانه. من یقین دارم که دیگه غم و اندو مصیبت و تکلیف قطعا رفع است. مشکل اینجاست که ما در جزئیات زندگی خود قرآن تطبیق نمیتونیم. اول معلوماتی کافی در محتوا و مضامینش نداریم، دوم بازی را تطبیق نکردیم در زندگی خود، اگر کردیم در بعضی امور کردیم، در تمام امور نکردیم. از امو خاطر است که زندگی ما سراسیمه و پراگنده است. امروز همه مصیبت ها و تکالیف از اینجا پیدا شده، چون باور من نیستیم که این کتاب یقینا ضابطه حیات دنیا و آخرت ماست. همه راه ها را ای بر ما نشان میده و ای راه کامیابی ماست. اگر ما مسلمان ها باور ما پیدا شود و ای را در زندگی خود تطبیق بکنیم، دیگه همه مشکلات حل است. مکمل ما میدانیم که طرز زندگی ما چی رقم است. الذين يقيمون الصلاة و یؤتون الزکاة. بله، یکی افکار چیست؟ موضوع عقیده و فکر است. کسی که ایمان داشته باشه از این کتاب بهرهگیری میکنه و بشارت برای از اوست. لیکن به اون مؤمنایی که فقط در زبان ایمان زمزمه میکنه اما در عمل هیچ آثار ایمان دیده نمیشه، برای ازوان است. مهم است که یک مؤمن وقتی این نظریه و مفکوره را پیدا میکنه، برای تطبیق از او
بالکل محنت بکشه، زحمت بکشه که چه قسم در زندگی خود پیاده میکنم. از او خاطر قرآن به اشاره میکنه که مؤمنای واقعی که بهرهگیری از قرآن میکنه کدام مردم است؟ الذين يقيمون الصلاة و یؤتون الزکات، مردمایی که قائم میکنه نماز با تمام سنت ها، مستحبات، آداب، خشوع، خضوع، حفاظت اوقاتش کلش در نظر میگیره. یعنی شخص مؤمن اون شخصی است که رابطه خود از الله قطع نمیکنه، دایم رابطیش با امرای الله متعال است. و یؤتون الزکات، رابطه خود ما مخلوق الله هم قطع نمیکنه، گوشگیری را نمیکنه، در غارا بشینه. مجاهد مؤمن و کسی است که در متن جامعه درگیر با شقت مردم. بعضی دوستای ما خیلی اظهاری چی را میکنه، خستگی و ماندگی را، که والا ما در بین مردم هستیم، مردم این تو میکنه، این طور میگه. او برادر کمالی تو ده نمیسته که تو در بین همین طور مردم هستی، مردم تو را بد میگه، رد میگه، ما تو مبارزه میکنی. اگر همین مبارزه نباشه چی افتخاری داری؟ هیچ مقام و منزلتی نداری. از همون خاطر در بین و متن جامعه درگیر در راه مبارزه باشی، افتخار برای توسته. از او خاطر مؤمنای واقعی گاهی خود گوشه نکرده. انبیاء علیهم السلام که بزرگترین امتیاز در راستای بشریت داره، به خاطر ازی داره که در بین متن مردم نهی عن المنکر و امر بالمعروف میکنه. اگر آدم تنها خود گوشه بگیری در غارا خو بکنی، دیدن یا شیوه نصارا بود، وا بودن که از متن جامعه فرار میکردن، زندگی و لذات دنیا را سر خود حرام کرده، به جای ازی که ما عبادت الله را میکنیم. لیکن امورم باز پوره نکردن، امورم ذریعه و وسیله برای پوره کردن خواهشات، نعوذ بالله، هر نوع خواهشات خود ساختن. امروز هم دنبال روی امو مردم وجود داره که مردم چادر در سر مندازه، کلی روشنی جهان سرش تاریک میسازه، برش میگه که با جز از من دیگه کس نیسته. اگر میخوایی، اگر کم برکتی است، اگر عزتی است، دما مربوط است. از همون خاطر شب و روز در خدمت از او مبتلا مصروف میباشه. اوطور مردما اونمو دنبال روی نصارا هستند که لذات دنیا را در ظاهر سر خود حرام کرده، اما در حقیقت از کل کرده عیش و زندگی مرفه و خیلی آرام و آسوده از هم واسطه. پیر صاحبه از همو جمله مردم هسته. دستایشان پخته واره نرم است، نه کلنده در دست گرفته، نه داسه و نه کدام چیسته موتر چلانده. میگه همیشه دستای ما توسط بوسه کردن مردم پاک شوه، حتی ضرورت به شستن نشوه. این مردم ها بوده. و هم بالاخره هم یقینون، انگیزه انسان وادار میسازه که یک کار انجام بده. اقامت صلات و ایتای زکات هم همونطور نمیشه تا وقتی که یک عقیده نداشته باشی، عقیده به آخرت، که الله از پیش وجودم سوال میکنه، این وجود برای چی پیدا کرده بودم؟ تو جواب میگی برای عبادت، و مهمترین عبادت نماز بود، و ما همیشه رابطه خود با تو قایم کرده بودم. و بعد از او برات میگه که خو این دنیا را برای چی پیدا کرده بودم؟ باز میگی برای خدمت خلق. این خدمت خلق کردم، زکات دادم، و محنت پول پیدا کردم، اما زمانی که فرمان تو رسید من را مصرف کردم. از این معلوم میشه که بزرگترین عقیده برای تغییر آوردن در وجود انسان عقیده حساب و کتاب آخرت است، که بله جنت و دوزخ وجود داره و اونجا تمام محاسبه صورت میگیره. خو شرط است که یقین داشته باشه. و بالآخرت یؤمنون نمیگه، و بالآخرت یوقنون. یقین امور میگه که دیگه وقتی باورت پیدا شوه، باز دیگه تو اج و شک و تردد در راه نمیدی. پیش براتان گفته بودم در سوراخی که مار داخل شوه، هر کس برات میلیون پیسه بده، برات بگه که همینجا دستت داخل کو، نمیکنی داخل، به خاطری که با چشم سر دیدی که مار در این سوراخ داخل شده، گشتم در این سوراخ داخل شده. از او خاطر دستت در مقابل پول زیاد هم داخل نمیکنی. باورت پیدا شد. اگر یقین انسان سر آخرت پیدا شود، تمام گپا جور است. گاهی هم دست به جنایت دراز نمی کنی، گاهی قدم خود کج نمیگذاری، به خاطری که میفهمی الله مرا میبینه، میدانه، ثبت و سجل میکنه عمل کردی مرا، و در روز قیامت از ما سوال میکنه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام 13 سال برای باورمند ساختن و ریشه دار ساختن همین عقیده، همین تلاش میکرد که صحابه را همین نظریه و عقیده در قلبشان جاگزین شود. چرا؟ بعد از او اثراتش نمایان شود. صحابه میتور مردم بودن. اول خو الله متعال محفوظ نگاه کرده بود، گناه نمیکرد. وقتی که گناه میکرد، باز امو گناه وار آرام نمی نشاند، و دیگه وادار میشد که پیش پیغمبر بیا و خود به شریعت تسلیم بکنه تا حکم شریعت سر جاری شود، پاک شود.
مردمایی که زنا کرده میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و را وادار اینمی عقیده آخرت ساخته که از روز قیامت از عذابش ما نجات پیدا کنیم، ولو که در دنیا ننگ بر ماست، چیستا سنگسار میشیم، زیر عذاب خیلی دردناک بر ما داده میشه، لیکن ترس آخرت و را وادار ساخته بود که اعتراف به گناه خود بکنه. کاش که می عقیده در قلب ما جا داشته باشه. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، الله متعال می فرماید کسانی که ایمان نداره به آخرت، زینا لهم، ما مزین کردیم برایشان، اعمالهم، کارای ناز درستشانه، فهم یعمهون، این مردم دیگرگون است، سرگردان است دمی کارای زشت و آلوده، کارای نادرستشان، ظالمانهشان. قرآن کریم حقیقت پردر از یک حقیقت دیگه میورداره. اینجا الله میگه ما برش مزین کردیم، و در بعضی آیات ها زین لهم حب الشهوات، مزین کرده شده، صیغه مجهول ذکر میکنه. و در بعضی جایا زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان برش مزین کرده. بله، الله متعال خالق است، در همه اسباب اثرات که گذاشته الله گذاشته. اگر آتش پلته را بزنی آلی لمبه میکنه، الله ای اثر را دیش گذاشته. اگر اینمی آفتاب روشنی میکنه، اثرش الله گذاشته. تکرار عمل ناشایسته و تکرار عمل بد انسان که کدام ثمره و نتیجه را در بر داره، امی ثمره را الله گذاشته. وقتی یک عمل بد و غلط تکرار میشه، امو زشتی از او از ذهن انسان از بین میره، چرا که او تکرار میشه در دم روی تو بسیار مانوس میشه، مالوف میشه، از امو خاطر از امو زشتیش کاسته میشه، نفرت گم میشه، آخر در سرحد میرسه. این مرحله است در انسان، مراحل مختلف است. اول حال است، بعد از او ملکه جور میشه، بعد از او باز چیسته علاقه و شوقت پیدا میشه، بعد از او باز بگه دفاع از اونمو چیز میکنی. پودری اول پودر بد میبینه، وقتی که بزنه باز او یک حالت برش پیدا میشه، از او خاطر میگه بان که پد از مردم گاهی وقت بزنم، باز او ملکه جور میشه، ترک کردن نمیتونه، باز دیگه عشق و علاقش پیدا میشه، مالی چیسته دیگی خانه را هم میفروشه، خب پودر برای خود چی میکنه؟ پیدا میکنه. تاسف در اینجاست که یکی از خواهرها برام قصه کرد، شوهر یک خواهر چون از طرف دیگه برش چی نان و نفقه آماده میشد، برنج و آرد و روغن که کسی برش آورده بود، بازی بشکی روغن پرت دزدی کرده بود از زنی خود، رفته بود برای خود پودر خریده بود. او تو دو سرحد میرسه، باز بعد از او دفاع ازی میکنه که کی میگه این بسیار کاری خوب است. امروز موسیقی دمو سرحد رسیده. موسیقی چون که چیست زیاد تکرار میشه، مردم زیاد دا محافل برای افتخاری چی توی بچه خود میاره، از امو خاطر از پیش دفاع میکنه. غذای روح گفته و میگه کی میگه، باز خصوصا که بعضی علما الله یاره هدایت کنه و الله خطایشان ببخشه، مثل دکتر صاحب قرضاوی واره که موسیقی را تقسیم کرده، دستاویز بزرگ به یک تعداد دینگریزا و مفسدین چی کرده؟ برابر کرده. کتاب علال حرام از او را پیش کرده، به مردم میگه کلی موسیقی حرام نیسته. ملا قطیمه بحث میکنه، ملا بسیار جای تعجب است. این مردم ها یقینا که از مزایای دین هیچ آگاهی نداره. اونجا که ما شما گفتیم والذین عن اللغو معرضون، و کسایی که از لهو و لعب، موسیقی چی است؟ لهو و لعب است. مؤمن واقعی کی را میگه؟ ملا از اینمی موسیقی ها دفاع میکنه و میگه کی رواست. امروز در جامعه ما یک فرهنگ مبتذل و غلط درست حتی در سرحد رسیده که افتخار توی خدا چی میدانیم؟ آوردن سازنده وطنی نه، خارجی باید باشه، هندو باشه. امروز مردم افتخار سری بگه زمزمه های هندوها میکنه، اولادش که او زمزمه های فیلم ها را میکنه یا سرش افتخار داره. از امو خاطر است که دی وطن بی غیرت ستاره افغان امو مردم های جور میشه که امی کارا را پیش میبره، او را ستاره افغان میگه. و امی بی غیرت ها دور از حاضر مجلس و مسلمان های واقعی زنگ زده رایستن، رای داده رایستن، پولی خود مصرف میکنه. این مردم ایمان داره؟ این مردم داد از اسلام خود میزنه، باز میگی مسلمانی که در افغانستان است. کدام مسلمانی؟ در این وطن نه غیرت ماند، نه شهامت ماند، نه تکنیک است، نه دکتری سایسته. کلگیتان ادنا مریض میشه میدوید در پشاور. از دست بیدینی است که دکتر بیدین برآمده، انجینر بیدین برآمده، برقی بیدین برآمده، دریور بیدین برآمده، ملا بیدین برآمده، کلش بیدین است. نعوذ بالله، دور از خیلی کم مردم. از همون خاطر اعتماد باقی نمانده. داد از این نزن که در افغانستان اسلام است. تو در یک مریض خود پشاور میدوی. تو را به الله قسم پلستر خانه تا که میکنی پاکستانی ها را میگیری، به خاطر که به اخلاص کار میکنه، افغانی کار نمیکنه.
همینطور نیست؟ دوای تبسای کو، دوایی که در دواخانه پشاور بگی در دواخانه کابل بگی، چقدر فرق و تفاوت است، یک نام دوا. تو کدام شهامتی تا برای ما بیان میکنی که تو چیستی؟ افتخارت چی هسته؟ ستاره افغان. چی ستارگی داره؟ دهن کج کردن و کمر کج کردن چی افتخار است؟ این چی افتخار است؟ درد کم میکنه، دوا میده به کسی، مرض کم کرده، اقتصاد درست کرده، چی نکرده؟ مردم مشغول بساز، مصروف بساز از اموری خیلی مهم. امروز محصلین ما بجای از اینکه کتاب در دستش باشه مطالعه بکنه، در گوشیش امی بدبختا صداهای امی رقاصه ها و امی هنرمندای خرمانند است، نعوذ بالله. در بدر کده ملت در کدام جای کشانده. باز میگه اینطور افغانستان، دینی که در افغانستان است در دیگه جای نیست. چی داری تو؟ یک افتخاری تا برای ما بگو. مدرسه خوب داری، مسجد خوب داری، ترجمه های قرآن کریم زیاد داری، دینداری خوب داری، برای ما بگو، برای ما بگو. یکیش برای ما پیش بکنی. در کل مملکتات 2 نفر در انتخابات استاد میشه، در افغانستان تو 50 نفر در ریاست جمهوری استاد میشه. تقلب کاری تو در 1 سال رئیس جمهوریت نمیشه. دیگه مملکت ها امروز در انگلیس سبا رئیس جمهوریش اعلان است. کدام کاری تو؟ او رام در دست دیگه است. او غلام چی کمال داری؟ امروز ما هیچ کمالی نداریم. زمزمه کنیم امو افتخاراتی پدرها و نیاکانی خدا که انگلیس اینطور کرد، انگلیس اینطور کرد. تو زن گشته ای، تو غیرت نداری، مکمل از پیش درفته، ایمان کوچ کرده. از امو خاطر دفاع از موسیقی میکنه. شما باور به الله بکنید، شما هجرت کرده می کلانا در پشاور رفتی، شما را به الله قسم کدام هتل عروسی در پشاور بود زمانی که هجرت کردی؟ افغانی ها رفت اونجا رواج داد. تو یک دفعه معلومات بگی از شهر، باز بگو که در افغانستان اسلامیت چی رقم است. ما گفتم که فساد اعتمادش نمانده. علت چیست؟ آلی حتی از گناه دفاع میکنه، از گناه. امروز از گناه دفاع کردن است. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، یقینا کسانی که عقیده به آخرت ندارن، زینا لهم، ما مزین کردیم. اصلا نعوذ بالله حس تشخیص خود یا از بین برده، چیزی آلوده زشت بیکاره را نعوذ بالله خوب میگه، چیزی که بی غیرتی است او را افتخار خود میشماره، او را افتخار بدانه. چیزی که پراگندگی و سراسیمگی و بی حیایی است او را به نام دموکراسی و آزادی میشناسه. چیزی را که نعوذ بالله فساد است او را چیست؟ از زور و قوت میشماره. امروز کدام گپاست؟ کدام گپا نیست که در اینجا نیست؟ خانه امن در کدام مملکت است؟ خانه امن در کدام مملکت خانه امن است که زنا بره در اونجا دیره شو؟ پیدا کنید در دیگه مملکت ها. زینا لهم، ما مزین کردیم برایشان اعمالهم، عملایشان. چرا نعوذ بالله یا ارزش ها را دیگرگون جلوه چی در نظرشان معیار نمیشناسه، چیزایی که برای هدایت است او را نعوذ بالله گمراهی شمرده، گمراهی را هدایت پیشماره. در افغانستان شرک توحید شمرده میشه، توحید شرک شمرده میشه. بگوی کسی که عمل به سنت رسول الله میکنه یهود و نصاراست، و کسی که قبران را پرستش میکنه واچیست، اولیاست. آسان گپ است. ببینی معیاره. مولایی که دلسوزی برای مردم میکنه وهابیسته، مولایی که جیبای مردم میزنه و مذهبیسته، دستش بوسه میشه. کدام چیز در اینجا در حقیقت اصلی خود باقی مانده؟ بگوی برای من. الله میگه فهم یعمهون، این مردم ها سرگردان است به خاطر که یا در مرحله گناهشان در مرحله رسیده که یا زشتی و گناه را مکمل از ضمیر خود دور کرده، هیچ احساس نمیکنه. از امو خاطر نعوذ بالله در کل کارهای غلط و ناروا سرگردان است. امروز چقدر دوسیه ها جور شده، مردم تباه شده. مردکب نیست در بیرون است، میاد که خانش 10 دست فروخته شده، 10 دست فروخت شد. او تعجب میکنه، حیران ماند. آخر چی میکنه؟ اعلام میکنه میره. مال مردم خوردن، کسی را فریب دادن، در جان کسی زدن، این زرنگیست. این زرنگیست. میگه وندم خورد، اینطور میگه. امروز میگه خب وندم خورد. یک خواب چپا چیسته؟ چی میگه؟ چپن پشت در گیرم آمده بود، خواب زدن سرش کردم، مالی در پره به 1000 فروختم. این مردم افتخار سرش میکنه، این مردم دلیل زرنگی و شاری خود میدانه، لیکن نمیفهمه بیچاره که در کدام حالت است. امروز زور و قوت در کجا رسیده؟
قوم خود میگه برای این منطقه را برای خود خانه جور کنی. منطقی کیست؟ منطقی قومی توست. جناب قماندان صاحب یعنی که کل ملت در اینجا شریک است. کیست؟ ندیدی؟ کابل تقسیم نشده؟ با قماندای کی؟ قماندانا آمرا ایره زرنگی و خدمتی چی میدانن؟ بگه خدمت خلق، خدمت مردم. مردم هم برش دعا میکنه. وی افتخار سرش نامش خونی خودم میریزانه که الا فلانی خان با ما خدمت کرده. خبر نداره که فلانی خان به تو خیانت کرده، تو را در حرام مبتلا کرده، در نبیره تو در حرام شانده، در حرام زندگی میکنی.